شیرالی جورایف هنرپیشه مردمی ازبکستان و تاجیکستان یکی از مشهورترین آوازخوان‌های منطقه آسیای مرکزی روز 4 سپتامبر سال 2023 در سن 77 در شهر تاشکند از عالم چشم پوشید. علت مرگ هنرمند معروف مشخص گفته نشده است. وزارت فرهنگ ازبکستان تنها گفت که شیرالی جورایف چند وقت باز بیمار بود. در نامه تسلیت با امضای پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف سروزیر رئیسان هر دو پالات پارلمان و وزیر فرهنگ این کشور نشر شد گفته می شود که فرهنگ و هنر ازبکستان به تلفات سنگین دچار شد. نماینده برجسته هنر آوازخوان ملی، استاد اکثر استادان فرهنگ، آوازخوان محبوب میلیون ها، هنرپیشه مردمی ازبکستان شیرالی جورایف پس از بیماری طولانی در سن 77 درگذشت. خاطره اینه که این استاد نوتکرار هنر، انسان پاک و خاکسار و استاد غمخوار و سختگیر جوانان همیشه در یاد ما خواهد ماند. شیرالی جورایف 12 اپریل سال 1947 در نوع لنین در ولایت اندیجان به دنیا آمده. سال 1971 دانشکده تئاتری و هنری شهر تاشکند را ختم کرد. او ابتدا در انسامبل شادلیک، سپس در فیلارمونیای ولایتی اندیجان و فیلارمونیای دولتی ازبکستان، بعداً در اتحادیه ازبک کنسرت کار کرده. سالهای 1990-1995 وکیل پارلمان ازبکستان بود. در دوران حکمرانی اسلام کریموف شیرالی جورایف بر روی خط سیاه افتاده بود و ترانه های او را در رادیو و تلویزیون های ازبکستان نشر نمی کردند و او به کنسرت های رسمی دعوت نمی شد. تنها بعد مرگ کریموف در سال 2016 شیرالی جورایف دیگر باره برای فعالیت کاملی هنری حق پیدا کرد. سال 2018 در کنسرت دوستی که در دوشنبه به شرف نخستین سفر پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف به تاجیکستان برپا کرده شد. شیرالی جورایف همراه دوستش هنرپیشه خلقی SSR جورابک مرودوف ترانه را با نام دوستی اجرا کردند که خاطرماندترین ترانه آن کنسرت شد و مدت زیاد در میان ترانه های از همه پرتماشابین بود. از بس که هر دو هنرمند در کشورهای خود در روی خطهای سیاه بودند، آوازه های برخواسته بود که گویا شیرالی جورایف اسم دوستش را در بین هنرمندان تاجیک به کنسرت دوستی دعوت شده ندیده به دعوت او پایفشاری کرده است. ولی خود جورابک مرودوف گفته بود که برعکس او پایفشاری کرد تا نام شیرالی جورایف را از روی خط سیاه در ازبکستان بیرون کرده به شورابینی دعوتش کنند. شیرالی جورایف سالهای آخر رهبر شورای بنیاد جمعیتی هموطنان هم بود که این بنیاد برای تحکیم رابطه ها با هموطنان برون مرزی تأسیس یافته است. شیرالی جورایف برای خدمت‌هایش سزاوار عنوان‌های هنرپیشه مردمی ازبکستان و تاجیکستان، جایزه دولتی به نام علیشیر نوایی، اردن‌های برای خدمت فداکارانه و افتخار وطن شده است. شیرالی جورایف از خود یک مکتب بی‌نظیر آوازخوانی، بیش از 600 ترانه شاهکار و 5 فرزند، 2 پسر و 3 دختر به میراث گذاشت. پسران شاهجهان جورایف و ظاهرشاه جورایف نیز پیشه پدر را پیش گرفته آوازخوان شدند.